عادت کردن یه چیز، صبر کردن یه چیز دیگه. مثل حضرت ایوب که 80 سال به روش‌های مختلفی زندگی کرد، فرزندان زیادی داشت، مال و ثروت زیاد داشت. بعدش وقت امتحان رسید، دید بدنش عفونت کرده، هیچ طبیبی نتونست مرهم پیدا کنه. یه روز زنش رحیمه به حضورش رسید، گفت که ای ایوب، دعا کن تا خداوند تو رو از این مصیبت نجات بده. ایوب به زنش گفت من چطور میتونم از خداوند چنین چیزی بخوام؟ میگن 18 سال گذشت، تک تک ایوبو ترک کردن. اما ایوب علیه السلام بازم شکایت نکرد. سالها گذشت، زخماش کرم گذاشتن، کرما وارد قلب و زبانش شده و اون زمان ترس وارد قلب ایوب شد. اگه کرما زبون و قلبشو بخورن چطور ذکر بگه؟